دوستان السلام علیکم. هستی فایتر ام از ایران است. با او با زبان فارسی هم صحبت میشیم. هستی درباره تاجیکستان چی فهمیده بودی؟ درباره تاجیکستان چی میدونی؟ درباره مردم تاجیک؟ الان چیزی که یادم اومد ما شبکه‌های تاجیکستان رو خب توی خونه‌مون دنبال میکنیم، دقیقاً کشتیشو مخصوصا با پدرم. جدی میگی؟ بله. فرهنگتون خیلی به ما نزدیکه، خیلی بومی هستین، مثل خودمونین. من دقیقاً حس حال مردم تاجیکستان مثل مردم خودمون، یعنی مثل همیم، با همیم و من اینو حس میکنم، اینکه همبستگی وجود داره توی خونمونه و من شخصا من یه آریاییم و شما رو مثل خودم میدونم، پیرو کوروش کبیر و این خونگرمی که وجود داره، غروری که وجود داره، قطعاً هم واسه تاجیکستان هم واسه ایرانه. من افتخار میکنم که با مردم تاجیکستان، مردم خوب تاجیکستان هم صحبت شدم، مربی خوبشون و بچه‌های گلشون که فایترهای بی‌نظیری هستن و خوشحال میشم و امیدوارم روزی باهاشون تمرین داشته باشم و انشالله که این همبستگی همیشه وجود داشته باشه. اویدی برآمد خود چی طور بها میتین؟ اینجا بازی‌های آسیایی قطعا بهترینای آسیا اینجا وجود دارن. حضورشون پررنگه، ولی من واقعا از خودم راضی بودم. 2 تا فایت خیلی خوب دادم با اندونزی و قزاقستان، با امتیاز بالا بردمشون، مخصوصا اندونزی رو با 4 امتیاز بالا. امتیازها روی صفحه مانیتور بود و قطعا اگر شما دوست داشته باشید میتونید برید پیدا کنید. امتیازها روی مانیتور بوده، من با امتیاز بالا بردم بازی رو. رئیس فدراسیونمون حتی شکایت کردن، اعتراض زدن مربی‌ها، ولی بازی رو به من با این حال ندادن. قطعا این پله پیشرفت واسه من در هر صورت باز ادامه میدم، چون من طلای آسیام، با این حال طلای آسیام، حتی نقره هم نیستم با این حال که دیروز بر نقره رو میگرفتم. بهترینم خواهم بود. بسیار خوب. آینده در کجا میخواهم باز برآمد کنیم؟ من توی سازمان‌های بزرگ همیشه دوست داشتم که پله پله سازمان‌ها رو برم جلو، در آخر برسم به UFC. واو. دقیقاً هدفم همینه و این مقدمه اونجا قطعاً بازی‌های آماتوریه. حالا تو هر سازمان آماتوری مثل آیمف، حالا گاما، خود آما، من سازمان‌های بزرگ، بلاتور، PFL، UFC. بلاتور دیگه نیست. بلاتور دیگه نیست. آره. ولی UFC، PFL، UFC، Brave. Warriors. بسیار خوب. ما شما رو دعوت میکنیم به تاجیکستان، مهمانی وطن عزیزی ما شید. وطن ما وطن شما است. بله حتما. من هم شما رو دعوت میکنم به کشورمون. کشور ما خیلی بزرگه، قشنگ، زیباست، مثل کشور خودتون. خوش آب و هواست، خوش رنگه. من شما رو دعوت میکنم مخصوصا به شهر خودم، اصفهان. ماشاءالله. بله اصفهان، حتما بیاید و ما شما رو اونجا ببینیم. کمپ تمرینیمون تیم شیران کویر کاشان در اصفهان هستش. خوشحال میشم ببینمتون تو کمپمون. تشکر. موفقیت. متشکرم. ما غلبه شما هستیم. انشاءالله. متشکرم از شما و شما. متشکرم.